قل للذي يسعى لإرضاء الإله اسلك طريق المصطفى خير الدعاء يا أسوة الداعين يا خير الورى يا قدوة الهادين يا علم الهدى ما كنت فظا أو غليظا بينهم وبرحمة من ربنا تهدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان گرامی شبکه جهانی وصال حق، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. با برنامه دیگری از سری برنامه‌های با دعوتگران بار دیگر مهمان شما عزیزان و بزرگواران هستیم و در این برنامه نیز حضرت استاد محمد اسلام شیخ الاسلامی را با خود دارم. البته در قسمت گذشته در ارتباط به تولد ایشان، در ارتباط به مراحل مختلف دانش آموزی و تحصیلات حوزوی ایشان صحبت کردیم و همچنین برخی از سوالات شخصی هم داشتیم و انشالله در این برنامه باز هم چند پرسش را خدمت جناب استاد محمد اسلام شیخ الاسلامی مطرح میکنم. در آغاز جناب شیخ الاسلامی سه بار دیگر به شما در برنامه خوش آمد میگم و قبل از او عرض سلام و ادب دارم. سلامت باشین. تشکر. من هم مجددا عرض سلام دارم خدمت همه بینندگان عزیز، خصوصا استاد صیقل جان که سائل برنامه قرار گرفتن. انشالله که جواب حال بتوانیم به طور نمره بالاتر بگیریم، جواب بتوانیم. سلامت باشین جناب شیخ الاسلامی صاحب. البته سوالا انشالله که خیلی خود ما نیست، میخوایم که از طریق انشالله این برنامه به گوشه های از مشکلات و راهکارهای اشاره کنین و همچنین معرفی باشه از شخصیت های علمی کشورهای فارسی زبان، چه افغانستان باشه، چه تاجیکستان باشه، چه ایران باشه. جناب شیخ الاسلامی صاحب، شما به عنوان یک استاد علوم دینی یا مدیر دارالعلوم شیخ الاسلام در کرخ در هرات و به عنوان یک دعوتگر، اگر سوال شود که یک دعوتگر موفق باید از چه ویژگی های برخوردار باشه، چی خواهد گفتی؟ تشکر جناب استاد. مسئله یک دعوتگر چه ویژگی ها و همچنین دارای چه صفات باشه و دعوتگر خوب است، آنچه که من فکر میکنم بهترین دعوتگر اون است که در قدم اول تخصصی دعوت داشته باشه. یعنی تخصصی دعوت به این معنا همان دعوتی که انبیاء علیهم السلام داشتن و به ویژه پیامبر صلی الله علیه و سلم چگونه دعوت میدادن و در چه حالاتی چه تغییراتی به اصطلاح به دعوت بوده و با اقشار مختلف جامعه چگونه برخورد داشتن و چگونه اونا رو به طرف دعوت میدادن، به طرف اسلام دعوت میدادن. اگر یک انسان و یک داعی همین ویژگی ها را برای خود داشته باشد، فکر میکنم که بهترین دعوتگر و موفق ترین دعوتگر باشد. اما میشه به دو سه نکته مهم و اساسی از نظر شخصی خودم یادآوری نمایم. اولین چیزی که در دعوت بعد از تخصصی در دعوت لازم است، مسئله اخلاص در دعوت. یعنی دعوتی که میده به خاطر الله بده، نه اینکه شخص دعوت میده به خاطر این دعوت بده که من مشهور بشم و معروف بشم و فقط من داعی یاد بکنند و من تعریف بکنند، که این در حقیقت بنای ریاست. و سومین صفت یک داعی دلسوزی است، بعد دلسوز باشد. یعنی رحم و ترحم داشته باشد، نه تنها به انسان ها، حتی به حیوانات هم ترحم داشته باشد. و وقتی که در قلب انسان رحم و ترحم بیاید و یقینا از افراط و تفرید پرهیز میکنه. و یک دعوتگر باید دلسوز باشد، چنانچه انبیاء علیهم السلام همه دلسوزهای بودن و برای جامعه و برای انسانیت دلهای اونها میسوخت. شب و روز خود وقف همین برنامه کرده بودند و بعد از اونها صحابه، تابعین، تبع تابعین
و الان هم در دنیا میبینیم دعوتگران متخصص الحمدلله هستن که دعوت میدن و اول گفتم که تخصصی در دعوت، دوم همانا به اصطلاح اخلاص و سوم هم دلسوزی و چهارم هم راههای دعوت باید بدانه که از چی را وارد بشه. بعضی جا هسته که دعوت اگر انسان مستقیم شخص دعوت بده با اون شکلی که برای او دستور داده شده گفته بشه طبعا موضوع گیری میکنه و این دعوت از این مؤثر واقع نمیشه، به ویژه در جوامع ما که خیلی نیاز به تخصص داره. بنابراین راههای دعوت و چگونگی وارد شدن در دعوت و چگونگی دعوت دادن یک مدعو را باید شخص بدانه. و پنجمین صفت یک داعی متخصص آنچه که من فکر میکنم اون است که پایبندی به اعمال. این مسئله خیلی مهمه، یعنی خودش الگو باشه، خودی باید الگو باشه. یعنی خودی در تمام ابعاد کلیات و جزئیات اسلام پایبند باشه و اگر خدای نخواست یک شخص دعوت میده و خود از او پایبند نباشه طبعا اون طرف مقابل ولی که دعوت قبول کنه بعداً منصرف میشه، میگه تو من دعوت به خوبی ها میده خود تو خود انجام نمیده. بنان به حیث مجموع کلی عرض بکنم دعوت همانا اطاعت از اقدام و قدم های انبیاء علیهم السلام به ویژه پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. دعوت یعنی مطابق با قرآن و سنت و فهم سلف صالح و روش سلف صالح با مطابقت با این دو بعد داعی این صفات داشته باشه. پس اولین ویژگی داعی است که باید از زندگی نامه پیامبر صلی الله علیه و سلم و بقیه انبیا و صحابه کرام و بقیه دعوتگران اطلاع داشته باشه. یعنی اخلاق خود، رفتار خود، برخورد خود با جانب مقابل با مدعوها مانند رفتار پیامبر بکنه و در غیر آن شاید به ضرر دعوت تمام شود گامی که میبرداره. و طبقی که شما گفتین یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند ان الله رفیق یحب الرفق، یعنی باید نرم خوب باشه، باید از نرمی کار بگیره. خب جناب شیخ الاسلام بزرگوار، شما روند دعوت در افغانستان، روند بیدارگری و روند بدعت زدایی و خرافات زدایی را چگونه ارزیابی میکنید؟ چگونه میبینید؟ آیا یک صحوه، یک بیداری کلی در جامعه افغانستان علیه خرافات و بدعات و برخی از شرکیاتی که متاسفانه سابق وجود داشت میبینید شما در افغانستان؟ یا اولا خدمت شما عرض بکنم که دعوت به معنای عامش شامل همه نوزادهای اسلامی که مطابق با شریعت عمل میکنن دعوت میدن میشه. بله. آنچه که من قبل از اینکه سوال جواب بدم رنج میبرم از این جمله که بعضی از نوزادهای اسلامی اهل دعوت بعضی دیگر رد میکنن و این در حقیقت به نوعی کاستی در دعوت میشه. شما هیچ وقت در دعوت انبیاء علیهم السلام سراغ ندارین که در یک عصر چندین نبی زندگی میکردن و اونا دعوت میدادن، هیچ کدام یک دیگر را بد نگفتن، به همدیگر جز ایپالی نقصان نکردن. بنان اهل دعوت باید همه مانند گل همدیگر بو بکشن و در آغوش بگیرن همدیگر رو. میمونه روی این نکته ای که روش دعوت در افغانستان و همچنین با توجه بر خرافات و بدعاتی که در افغانستان تا حدود این چیزی است که کسی نمیتونه انکار بکنه و دنیای مسئله میدانند چگونه باید رفتار بشه و آیا موانعی در این راه تا حدود وجود داره و یا نداره. طبعا برمیگرده مسئولیتی اگر خرافات بدعاتی هم که داخل جامعه شده و مردم ما بنایی از دعوت اصیل دور ماندن برمیگرده به طرف کسانی که خود ورثه انبیا معرفی کردن و اونها همون تخصصی در دعوت نداشتن و احساس مسئولیت نکردن. گذشته ها که الله تعالی ببخشه مغفرت بکنه، به حق اونا دعای خیر میکنیم. این صحبت های من بیشتر شامل عصر حاضر میشه و تمام همسنای ما و بالاتر و پایینتر هسته که اونها باید از حالا بیشتر توجه بکنن. اگر
خرافات بدعاتی در داخل جامعه آماده، مسئولیت عالم و ملا امام مسجد بوده و استاد مکتب بوده که باید در مقابل اون مبارزه میکرده، اون رد میکرده و به جای اون سنت جای میداده. چون پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد، روایت از بخاریه و به این معنا من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد که امام مسلم رحمه الله روایت کرده. بنان وقتی که اگر این برنامه از سابق ها می بود که الحمد خیلی خوب بود، اما با کمال تاسف کماکاستی های صورت گرفته. بله بدون شک وجود داره خرافات بدعات، حتی بعضی خرافات بدعات که در حد شرک هم میرسه فعلا. اگر بیشتر توضیح بدین، چون شاید برخیا برشون بر بخوره بگین چرا شما مثلا میگین که در افغانستان بدعت است، خرافات است. آیا مگر پیرپرستی یا و طور مثال زیارتخانه‌ای که مردم میرن یا از اونجا حاجت میخوان، این چیزها وجود نداره در افغانستان؟ چون بس سوال از افغانستان بود، من از افغانستان گفتم جواب بدم. و اگر نه فرق نمیکنه، مرزی بدعتگرایی اینها شرق و غرب و جنوب و شمال همه جا رو گرفته. فقط با یک تفاوتی که بعضی جا کمتر بعضی جا بیشتر هسته. بحثی که بدعاتی که وجود داره، ما یک بدعاتی در عقیده داریم، یک بدعاتی که در عمل داریم. بدعت در عقیده با کمال تأسف تا حال در مساجد ما اصول دین برای اطفال معصوم ما 8 تا بیان میکردن علما. تولا و تبرا و امامت جز اصول دین بیان میکردن که کسی اگر یک ابتدا مسئله دینی بدانه میدانه که اصول دین 3 است، همان توحید و نبوت معاد است. و این 8 از کجا پیدا شده؟ همان از طرف مبتدعین درجه اول که رافضی ها باشه و داخل منطقه شده، با کمال تاسف آگاهی هم نداشتن. مش نمونه خروار نمیخوام عمل یادآوری بکنم. در بعض اعمال هم بدعات وجود داره، چنانچه که ما میبینیم برای حتی اگر در افغانستان که بیشتر در مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله عمل میکنن همه و ما خود ما هم عین شکل همین رقم، اما یک مسئله هست که در نظر امام ابو حنیفه رحمه الله که خلاف نظر پیامبر نبوده، حتی گفته وقتی که به ثبوت میرسه که همین قول پیامبر و عمل پیامبر مذهب ما است، برعکس پیامبر دیگه مذهبی ندارم. اما خیلی بدعات وجود داره از قبیل به اصطلاح استمداد و استعانت از مردگان و بنای در سر مردگان به اصطلاح گوسفند کشتن و شیرینی بردن و مانند این، در بحث مردگان سشام و چلم و سالگرد و اینها غذا پختن و مانند اینها، و اینها نیاز داره به یک همدستی همه جانبه که در این راستا کوشش بشه. اما فقط و فقط آنچه که مانع برای رفع این بدعات و خرافات در قدم اول که رافضی ها هستند. اگر یک داعی دعوت بده به طرف سنت و بگوید که برادران عزیز، خواهران محترم، این برخلاف دین ماست، دین ما که دین کامل است، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. و قول امام مالک رحمت الله علیه، کسی چیزی جدیدی پیدا میکنه میگه ای از دین است و در زمان پیامبر از دین نبوده، این در حقیقت تهمتی به رسالت پیامبر صلی الله علیه و سلم میزنه. نعوذ بالله، گویا که پیامبر صلی الله علیه و سلم این بخشی از دین بوده انجام نداده. و مانند اسقاط سر مرده ها که کسی گناه انجام داده میخوان به چند کیلو گندم به اصطلاح گناه زور کم بکنن. اما یک اولین توطئه‌ای که از طرف رافضی ها که اون به نام وهابیت یا سلفیت متهم میکنن، و دوم یک جمع مبتدعی که خود بنای اهل تصوف دارن، اما با کمال تأسف از تصوف واقعی که همون تزکیه و احسان باشه که در قرآن هم تأکید شده به تزکیه و احسان همه جانبه، و به حدیث نعمان ابن بشیر که در بدن انسان پارچه گوشتی است، اگر اصلاح بشه بدن انسان اصلاح میشه، اگر فاسد شه بدن انسان فاسد میشه که همون قلب باشه. الان فی الجسد مضغه. بله، بدون شک روایت هم بخاری میکنه رحمه الله. اما از کسانی که خود منسوب به اهل تزکیه دارن که متاسفانه از اهل تزکیه چیزی آگاهی ندارن و بنای جمعی از خرافات و بدعات جمع کردن به نام تصوف برای خود به اصطلاح قلم داد کردن، که اگر یک کسی هم دعوت بده میگن اینها وهابی هستن، با نفس تزکیه اینا مخالف هستن. من از این تریبون میخوام اعلام بکنم
که هر کس با تزکیه که قرآن تاکید کرده، با تزکیه که پیامبر تاکید کرده مخالف باشه، ما اونو مسلمان نمیدونیم. چه جایی که باز بگیم که به اصطلاح چی و چی القابی برای او بدیم. بنان موانعی وجود داره، اما آنچه که من برداشت دارم هر کاری که میخواه باشه و در بحث دین باید انسان صبر بکنه، استقامت داشته باشه. ان الذين قالوا آمنا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه. استقامت، اول ایمان به الله، دوم استقامتی در دین و بعد از او گشایش ها اینها میآید. و الحمدلله که حالا در افغانستان خیلی خوب شده. علمای ما هم از به اصطلاح بخش علوم عصری و غیر عصری و فارغ التحصیلان ما از کشورهای خارج و همچنین شبکه‌های جهانی، شبکه وسایل حق، واقعا میشه بزرگترین مدرسه در دنیا معرفی کرد که الحمدلله مردم بیدار کردن، میفهمانند که دین یعنی چی، عقیده یعنی چی، اسلام یعنی چی. و الحمدلله الله تا حدودی بیدارگری آمده. بسیار به طور شاذ و نادر قلت دیده میشه که او بدعات به اصطلاح قوی و کلانی که سابق انجام داده میشد حالا انجام داده بشه و ضمن انسانان هم خسته کرده. بدعات که است هم ضربه در اقتصاد داره، هم ضربه در دین داره، هم ضربه در سیاست داره، همه چیز انسان از بین میبره. یعنی در حقیقت بزرگترین انسان اگه بخواد آبروریزی بکنه بهترین کاری همینه که بره بدعت انجام بده، خود به خود آبروی میره. و هر کس که حالا مردم ما هم درک کردن که هر کس که رد میکنه بدعات و خرافات اینها و به قول و عمل خود پایبندی میکنه به سر و حساب هم میکنن و میدانن که ان شاء الله دعوت بر حق است. آیا جناب شیخ الاسلام تنها بدعت زدایی و مبارزه علیه خرافاتی که متاسفانه تا حال در جوامع فارسی زبان و در بقیه جوامع وجود داره، تنها وظیفه یک عالم دین است، یک دعوتگری که به عنوان خب در هیئت یا در سازمان به نام امر بالمعروف کار میکنه، یا ای که هر مسلمان، هر فرد جامعه مسئولیت داره که علیه خرافات باید مبارزه کنه، توضیح بده که ای در دین نیست یا ای در دین هست، یا این چیز خرافات است، این چیز بدعت است، این کاری که شما میکنید خلاف دین است؟ بله، ای که تا حدودی واضح و آشکاراست که اگر به شرط اهل انصاف ما انصاف بکنن، قرآن خاص برای علما نازل نشده. قرآن مطلقاً و حتی کل انسان ها الله تعالی دستور داده به طرف خوبی ها و ما را مسئولیت داده. اومن کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و هل تکن منکم امت یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. مین تبعیضیه نیست، مین بیانیه که بعد همه در حرکت بکنن. بنان بحث دعوت مخصوص علما نیست که علما حرکت بکنن دعوت بدن. دعوت به کل امت تعلق داره، چه جوانه چه پیره، چه عالمه چه غیر عالمه، چه مرد چه زنه. ما در تاریخ اسلام خیلی سراغ داریم که حتی اطفال داعی بوده، خانم ها داعی بوده و کل اونا داعی بودن. بنان دعوت عام است برای همه. این نادرست است که بعضی ها قلمداد کردن فقط قرآن و دین و دعوت به مسجد و ملا تعلق میگیره و دیگه کارها همه به دیگران تعلق میگیره. این گونه نیست. هر منبره که بدون دعوت باشه و هر سنگری که بدون دعوت باشه، مگر حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم به حضرت علی نفرمودن علی جان اگر در جنگ غزوه کافر به دست تو میای چی عکس العمل نشان میده؟ حضرت علی فرمودن که اونو میکشم، گردنش از تنش جدا میکنم. پیامبر فرمودن اون دعوت بده به اسلام، اگر قبول بکنه شتران سرخی که در نزد عربا خیلی ارزش داره در نزد الله بیشتر ارزش داره. یعنی دعوت مقدمی بر همه برنامه‌های دیگر هست. دعوت باید در اداره باشه، دعوت در دکان باشه، دعوت در مسجد باشه، دعوت در تالار، در کل شؤون زندگی انسان باید دعوت باشه. دعوت مخصوص علما تنها نیست. امروز جناب شیخ الاسلام متاسفانه که جامعه را دو قطبی کردن، یک علمای دینی و یک کارمندان یا کسانی که علوم عصری را خواندن. آیا یک کسی که علوم عصری گفتم مانند خب معروف است، یا پزشکی میگن یا مهندسی است یا اقتصاد است یا حقوق است یا تجارت است، اینها اگر اینها را خواندن، آیا این افراد یعنی مکلف نیستند که علوم دینی را فرا بگیرند و در مقابل علمایی که مسائل دینی را خواندن، علوم دینی را فرا گرفتن، مکلف نیستند که با علوم عصری، با دانش‌های عصری، با فناوری عصر حاضر آشنا شوند؟ بسیار سوال مهم و کلیدی می باشد، خصوصا در کشور ما.
مسئله است که آیا ما در شریعت اسلام دو قطب وجود داره که یکی از دین باشه یکی از غیر دین، و یا این که علوم دینی و دنیایی؟ بله دنیایی، یا ای که فقط اونها اون تحصیل بکنن و اینها تحصیل بکنن، این به اون کار نداشته باشه اون به این کار نداشته باشه. یک پدیده ایشون و یا یک واژه ایشومی که از سابق از زمان کمونیست های سابق به افغانستان مانده بود، معلمین و مکتبی ها و پوهنتونی ها را به اصطلاح متمدن و روشن فکر می‌دانستند، چنانچه الان بعضی غربی ها در افغانستان سکولارها و از طرف دیگر علما عقب مانده و مردشو و غیره میپنداشتن و از همونجا یک خلأی وجود پیدا کردن بین این دو گروه که اونها اینها را تکفیر میکردن، اونها را مذمت میکردن و ابن گرفتن و همین سبب شد که خیلی ها در بین همدیگر جنگ کردند و کشته شد و در قالب نوزتا و غیره. اما بعدا جامعه ما بیدار شد که این یک برنامه دیگر دشمن بوده که ما با هم دیگر درگیر کرده. عالم اصری و عالم غیر اصری نداره، یعنی اسلام با هر دو بال تاکید میکنه. یک پرنده دو بال داشته باشه پرواز میتونه بکنه. بنابراین برای هر عالم مدرسوی و حوزوی و مسجدی برای از او به قدر ضرورت لازمه که علوم اصری خود باید یاد بگیره و برای هر عالم اصری معلم و مکتب و پوهنمل و پوهنیال و غیره برای از او لازم است که علوم دینی خود را به قدر ضروریات یاد بگیره. واجب و فرض است، چنانچه که این بحث فتوا همه بیان کرده. این متاسفانه که تا حدودی جزئی دیده میشه به چشم میخوره که هنوز هم وجود داره. از یک طرف بعضی علما در منبرها صحبت میکنن کسی انگلیسی بخونه و یا بحث جغرافیا بخونه و بعد میگن با کمال تاسف نمیدانه که این در حقیقت به ضد اسلام داره حرف میزنه. پیامبر صلی الله علیه و آله اصحاب در جاهای مختلف بسیج میکردن که زبان یاد بگیره. یکی از جمله گفتم تخصصی در دعوت اینه که داعی باید به زبانهای مختلف آشنا باشه، باید تخصص داشته باشه، بدانه. و متاسفانه غیر از یک زبان که در یک کشور دو کشور مروجه داعی ندانه دیگران چگونه میتونه دعوت بده؟ برای هر عالمی لازمه که باید به قدر ضرورت علوم اصلی را یاد داشته باشه. این علوم اصلی هم در بحث سیاست هایی که میچرخه به اصطلاح مفیده و هم در همه بحث های دیگر. چنانچه میبینیم که گروه های هست در بعضی کشورها ظاهرا خدا عالم قلمداد میکنه، به هر حال یعنی علوم اصلی و غیر اصلی خواندن اگرچه عقاید نامشکل داره میشه ایران به اصطلاح اشاره کرد پیش میبرن، ولی که ملت هم بعد اینا میای از اونها و سیاست خود پیش میبرن. اما در بعضی کشورها نگاه میکنیم که اصلا چی نمیمونه، عاجل فروپاشی میشه. پس این عالم نیست که فقط تنها و تنها داخل مسجد باشه. بهترین عالم اینه که علوم اصلی و علوم غیر اصلی همه یاد داشته باشه. تشکر جناب شیخ الاسلام صاحب. تقریبا باز هم در دقایق پایانی برنامه قرار داریم. یک سوالی که در رسانه‌های مختلف به خصوص در افغانستان مطرح میشه است که متهم میکنن مدارس دینی را به تربیه کردن بنیادگرایی و میگن مدارس دینی پرورشگاه و تربیتگاه افراطگراها و تند روها هست و شما در پاسخ به این اتهام چی میگین به عنوان یک کسی که مدیر دارالعلوم است و در راستای مدارس دینی فعالیت دارد؟ بله، اولا خدمت شما عرض بکنم که در جواب همچنین اشخاصی خوب است که شعری از مولانا بخوانیم. مولانا میگه وان کس که نداند و نداند که نداند در جهل مرکب ابدالدهر بماند. وان کس که نداند و نخواهد که بداند حیف از چنین جنور زنده بماند. اون کسانی که این حرف میگه واقعا جناوره هستن. اونها جنورایی هستند که در حقیقت اونها تیشه را به ریشه خود میزنن. همون کسی که همین حرف میگه اگر نامی رو سوال بکنین یا محمد یا احمد، همون زنی که من حرف میگه یا فاطمه یا زهرا یا عایشه، نامهای دینی نامهای اسلامی برای خود میگذارند اما تیشه را به ریشه اسلام میزنند. اونها نادانسته. و من قطعا حکم میکنم آنچه که من آگاهی دارم از مدارس دینی، مدارسی به اصطلاح اهلی به اصطلاح عرب ها، مدارسی که حکومتی نیست یعنی راجستر نیست، تا حدودی که من آگاهی دارم ولا ازکی علی الله احدا، همون مجموعه مدارسی در چند ولایتی که من آگاهی دارم، یعنی اگر همین کسایی اتهام میکنه اگر بیاین ببینن
عاجل از طریق رسانه ها معذرت خواهی میکنن که ما اشتباه کرده بودیم و شاید فرزندان خودشان هم تحویل مدارس بدن. چنانچه خیلی ها شده همچنین خیلی ها بوده که ما نظر ما به این مدرسه فکر کردیم تروریست، حالا آمدیم نگاه کردیم همه خوبی ها در اینجاست، واقعا اشتباه کردیم. اما تو خصوصی یا غیر خصوصی برفتن بنای اونا معذرت خواهی کردن و پوزش طلبیدن و فرزندان خود فرستادن، چون ملت و ملت مسلمانه. اما فقط فرق است که یک غربی یا غرب زده یا یک سکولار یک حرفی میزنه، بعضی ها بدون تحقیق فکر میکنن همچنین است، و یا که بعضی دستهای مرموز کار میکنه و در بعضی جاها دیده شده دست مرموز از طرف دیگه کسی پول داده شده، بنای گویا که خود طالبی یا ملا معرفی کرده رفته کاری انجام داده، گفتن نه ببینین مدارس. چنانچه در بعضی ولایات دیدیم یک کسی خود لباسی گویا عالم پوشیده یک کار زشتی انجام داده، گفتن نه علما. این اشتباه است. مدارس دینی در حقیقت پایگاه بزرگ اسلامی است، اصلا ترور و تروریست در اینجا ما نداره. تشکر جناب شیخ الاسلام صاحب بزرگوار که طی 2 برنامه با ما بودین و دعوت ما را پذیرفتین و در خدمت ما و بیننده های عزیز و گرامی بودین. از شما جهان سپاس و امتنان دارم و همچنین از بیننده های عزیز و گرامی که تا این لحظه با ما بودن و برنامه را تعقیب کردن. و تا دیدار دیگر و برنامه دیگر همه شما عزیزان و سروران را با پناه الله متعال می سپارم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قل للذي يسعى لإرضاء الإله اسلك طريق المصطفى خير الدعاء يا أسوة الداعين يا خير الورى يا قدوة الهادين يا علم الهدى ما كنت فظا أو غليظا بينهم وبرحمة من ربنا تهدي